با عرض احترام مجدد امید است که برادرها و خوارای عزیز جور و صحتمند باشین. ما یک تلفن میگیریم، باز میریم موضوعات دیگر صحبت میکنیم، رول پاکستان و رول طالبان را بعد از 2014 ان شاء الله صحبت میکنیم. بله بفرمایید صاحب. صدیق متین در خدمتتان است. بله سلام علیکم آقای متین. السلام علیکم خور جان. برادر عزیز خوب هستید؟ شکر. شما خود معرفی کنید از کجا تلفن میکنید خور جان؟ من مریم کاکر هستم از لندن صحبت میکنم. السلام صاحب، شما خوب هستین؟ بفرمایید صاحب. ما یک چیز نوشته کردیم به خاطر خط دیوران، اگه اجازه تان باشه که بخوانم. بفرمایید صاحب. در ابتدایش نوشته کردیم که همتم بدرقه راه کنید طایر قدس که دراز است راه مقصد من نو سفرم. بله صاحب. دیوران روی جرگه د افغانان سره یو کیږي، دا بلوی افغانستان چې لاروبر سره یو کیږي. واه واه. دیوران که شب ما چې د افغان په شهامت محمود خان او باچا خان په پنارو سره یو کیږي. واه واه. دغه کرشه د بدمرغه موږ هیڅ وخت نه دی منلی که وزیر دی که مسعود دی بلوچستان سره یو کیږي. دا ثابت د پښتنو ته چې هیچا نه دی منلی زموږ لوی افغانستان دی لاروبر سره یو کیږي. واه واه. انګریزان ته مې خطاب دی چې ولې دې موږ بېل کړي، نه معاهد چې نه پیمان دی ټول افغان سره یو کیږي. که په زور او که رضا وي خپله خاوره بېرته غواړو، دا معاهد او پیمان دی دواړه خوا سره یو کیږي. واه واه. موږ هېڅکله پاکستان ته خپل حق نشو بخښلی، دا مو خاوره دا ایمان دی افغانان سره یو کیږي. پنجابیان ډېر ځورولي افغانان په خپله خاوره، وخت دی راشي بیا به ګورې افغانان سره یو کیږي. د بابا او د نیکه شمله به ساتو تل وچته، غازیان او فاتحان به په نارو سره یو کیږي. د مشرانو دا ارمان د افغانان سره یو کیږي. د صدیق متین آواز دی په نړۍ کې ټول جهان ته د همت نه اظهارېږم افغانان سره یو کیږي. تشکر صاحب. پاینده و متحد باد اقوام هر دو طرف خط تحمیلی و نامنهاد دیوران در یک افغانستان بزرگ و واحد. نابود باد تجزیه طلبان و دشمنان افغانستان، افتخار باد بر نسل جوان و فرزندان اصیل افغانستان. زنده باشین خور جان که از این که ما بنده حقیر فقیر در شعرتون آوردیم. بسیار زیاد تشکر خور جان. میکنم شما یک انسان بسیار بسیار والا و محترم هستین پیش ما و پیش هر کدام، و اگر کوشش شما نباشه حال این افغانستان در کام پاکستان رفته بود. زنده باشی صاحب. کوشش کل ماست انشالله پاکستان نمیبینیم تا که ما زنده هستم. این کارم است و $1 ما داشته باشم در ایران مصرف میکنم و انشالله ما بردیم دولت پاکستان در فکر عزیز که افغان ها یک روز به خیر قیام میکنه و این کار انشالله انجام داده خواهد شد و ما کار را میکنیم. خود پاکستان همین کار را میکنه که از نظر سیاسی خود ارتباط داده بود برای ممالک غربی، ما خودم ارتباط میتیم با ممالک غربی و می ترتیب کار رو میکنیم. خدا شما را زنده داشته باشه و شما را به ارمان ما به خیر برسانه. و دیگه باز ما یک شعر به فارسی هم نوشته کردیم. باز اگر وقت باقی بود باز ما براتون میخوانم، اگر نبود دیگه چی؟ بخیر. هزار دفعه. بسیار زیاد تشکر خور گرامی من. با امان خدا صاحب. بله صاحب بفرمایید. السلام علیکم آقای متین صاحب محترم. السلام لالای گل ما خوب هستین صاحب؟ امر کنین صاحب بفرمایید. برای تشکر زنده باشین. از طرف ما سلام توسط تلویزیون شما برای شنوندگان محترم پیام افغان. صاحب ما یکی از جوانایی هستیم که در اروپا کلان شدیم و همیشه فکر ما سونه ملت ما، سونه خاک ما، سونه کشور ما بوده. از اینکه کشور پاکستان همیشه تجاوز میکنه به سر خاک ما و این یک مطلب است که میگه تا که هر کی جد کرد رسید، هر کی رنج دید شد گنج شد پدید. ما باید همیشه به خصوصا طبقه جوانان پیام ما برای اینها اوناست که همیشه بیدار باشید. فکرتان باشد تا که زنده هستین این کشور پاکستان اثرتان دستوردار نیست. شما همیشه این مثل یک مار است که همیشه میخواهد از هر طرف بر شما ضرر برسانند. و اگر شما آگاه هستید اول خود را بشناسین، دوم خدا را و سوم ایمان را.
که ایمان بزرگترین از چیز بزرگی که خداوند بر انسان ها داده است و باید از عقیده پاک داشته باشین که من کی هستم، در کجا زاده شدم و خاک من چی است. و من پیامم بر برادران طالبان این است که شما آیا پدر کلانای شما را امین پاکستانی ها نکشت، خاک شما را نگرفت؟ آیا شما یک پاکستانی از اون برادران افغانی ما بود از خط دیدن، اینها روز آمدن با من صحبت کردن که من پاکستانی هستم. من گفتم نه برادر من، تو افغانی، تو خون افغان هستی. پدر و پدر کلانای شما از خاطر شما رنجی در جان داده، خون خود را فدا کرده. مگم شما هیچ وقت نگوین ما پاکستانی هستیم، شما بگوین ما هون افغان هستیم که بعد از آن پدر کلانای با هون رنج با هون خون جان خود را شهادت بخشیدن. و ما تا امروز که فرزندان نشستیم ما این ظلم را باید به حق از اینها نکنیم. و خواستم از شما و تمام روشنفکرای افغان خواهش این است صمیمانه که شما کتاب بنویسین، از شاعران تحت کنین که آیا پدر و پدرکلانای این ملت را کیها از بین برده، اینها را فریب داده و فریب میدهد. شما باید از هوشیار باشین، شما باید از خود را بشناسین، خدایتان را بشناسین و بلندترین از همه چیز ایمانتان است. از این چیز نترسین، نه از من بترسین، نه از نفوذ 160 میلیونی پاکستان. فقط جز از خدا توکل کنین و وطنتان را دوست داشته باشین، مادرتان را دوست داشته باشین. مهمتر از همه خاکتان هستین که شما در اون خاک آفریده شدین و در اون خاک میمیرین. هر جای دنیا باشین باز امروز از این دنیا ما رفته نیستیم و بالاخره در اون خاک رفته نیستیم. آیا شما چی جواب میدین در مقابل خاک؟ این همه سوال هایی است که باید از خود انسان با اون عقیده‌ای که بر خدا داره و با اون وجدانی که دارد که از کجا آمده و کجا می رود و مادر ما کی است، چرا ما با مادر خود خیانت کردیم، تا چی وقت؟ ما کسایی را مشناسم که این وطن خیانت کردن، رفتن در دبی، همه دارایی‌های خود بودن و روزی که مردن همهشون جا مونده و خودش را بیچاره آوردن در افغانستان. گفتم کاش خدایا، شکر خدایا که من این را عقل بر من دادی که من این چیزها را میفهمم. و بعضی انسان هایی است که فعلا متاسفانه هیچ چیزی در حقشان نیست و بجز هست این روز است، اما فردا و پس فردای خدا هیچ وقت در فکرش نبوده که هایا من چی میشم، کجا میم، از کجا آمدیم و کجا خواهم رفت. بسیار زیاد تشکر برادر گل که نوبت به دیگه برادرها بیا. شما بسیار مهربان هستین. اولین بار است بسیار زیاد آقای متین ما از جان و قلب خون خود که باشه در مقابل افغانستان ما دریغ نمی‌کنیم. بسیار زیاد مهربانیتان. تشکر. زنده باشید صاحب، لطف کردین صاحب. السلام صاحب. یک نکته را ما بگوییم به شما که ما می‌خواستیم که یک جرگه را دایر کنیم در اروپا، اما چون وقت بسیار کم بود ما نتونستیم که یعنی خود در قسم تدارک جرگه رسیده بتانیم. به اصطلاح برادر عزیز ما نورالله جان نوری در این قسمت به ما صدای ما را خالی نماند، به صدای ما جواب مثبت داد. اما ما می‌خواهیم که تمام اراکین ناتو را، سفیرا را و اشخاص مهم از افغانستان در اروپا دعوت کنیم. با او ترتیب ما انشاءالله در تابستان جرگه عمومی اروپا را دایر میکنیم و در این حال در واشنگتن برادر عزیز ما عباسی صاحب و فریدون جان که منیجر رستوران دنیاست اونا جواب مثبت دادن. این باور کنین که اشخاصی که پالی ما استاد شده و در مقابل مبارزه در مقابل پاکستان استاد شده، نام از اینا در تاریخ خواهد ماند و او کسایی که بر ما کمک کرده و پالی ما استاد شده، ما ایره بر شما میگم که نام از اینا در تاریخ خواهد بود، کتاب خواهد نوشته شود این مورد دیرند. یک نکته دیگر ما باید بگوییم که در ابتدا بعضی از برادرای بزرگوار ما آمدن و ما اونا را دعوت میکردن در برنامه، اما چون مشکل ما ای بود که اونا ما را تیله میکردن به طرف خودرادیت.
خود ارادیت که قراره که مطالعه کرده بودم او حق مردم افغانستان اثبات نمیکنه. به این ترتیب ما مشکلات پیدا کردیم. کدازو برادرها مثلا دکتر صاحب هاشمیان همین کتابی که راجع به دیورند نوشته کردن بسیار کتاب خوب است. شما از کتاب دکتر صاحب استفاده کنین. و در این حال جنرال صاحب پاسون مشکل ما این بود که دکتر صاحب هاشمیان میخواست خود ارادیت، در این حال دکتر صاحب زیرکیار. برادرها اگر میخواین که راجع به خود ارادیت با ما گپ بزنین، خود ارادیت مثلا شما موترتان به یک کسی میتین یا خانه‌تان به یک کسی میتین، یک نفر میگین که اگر اون نفر از پیشتان میگیره میگه یک چند روز ما استفاده میکنم خانه‌تان، شما اون نفر بگوین که هر وقت که خانه را دادی باز بیار من خانه را میگیرم. شما مو داراییتان در خطر مندازین. او طرف خط دیورند 22 ایالت دارایی مردم افغانستان است و دولت افغانستان اعتبار داره. او خاکا او بنادر ما به دولت افغانستان. ما چطور میتونیم که بگوییم خود ارادیت؟ خود ارادیت یعنی چی معنا؟ و همین سیاست خود ارادیت چی نتیجه داده؟ دیگه ما هیچ وقت در قسمت موضوعات تئوریک کار نمیکنیم. ما موضوع دیورند صرف و صرف از نظر تاریخی قضاوت میکنیم، نه از نظر نظریات. از نظر تاریخی عبدالرحمن خان کاتند برطانوی صحبت کرد، موافقه کرد، اونم که مدار اعتبار از دیگه هیچ مدار اعتبار نیست. او خاک ماست، بندر ماست و او برادرای ماست. و او برادرایی که در او طرف خط سرحد هستن، در او طرف خط دیورند پیسه‌دار شدن، کل از اونمون نفرای 5% خیانت کردن که دولت پاکستان، نوکری دولت پاکستان. میفهمین شما که پنجابی و افغانای ما را در او طرف سرحد چی میگه؟ نوکر صدا میکنه. شما فکر میکنید که 100 سال شما که دزوز نکنین، شما یک آرامی پیدا کنین، شما که به سوی پنجابی ها برین. پنجابی ها کل اشتکاش در اروپا و در لندن و در اروپا در امریکا تحصیل میکنه. اشتکاش شما کجاست او برادرای افغان؟ مولای صاحب عمر چرا خودت نمیری داخل افغانستان؟ که ما یا برادر بزرگوار اقانی صاحب یا برادر بزرگوار گلبدین صاحب چرا شما نمیین؟ شما بیاین این طرف خط سرحد پاکستان پنجابی خلاص است، صفر. شما چرا حمایت میکنین از پنجابی ها؟ دیورند جرگه عمل کنین صاحب. بله صاحب بفرمایید صاحب. بله سلام علیکم متین صاحب د لوی جرګې مشر، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. پس د سلامونه کې په پیشنهاد لرم. زما پیشنهاد په دې قسم تاسو ته راکوم که په آینده کې کانفرانس د لوی جرګې په کوم ځای کې تاسو غواړئ د یا لندن کې یا په جرمني کې یا په امریکا کې افغانان سره ټولېږي. تاسو مخکې هم وویل چې دا ولې ملل متحد ته موږ خپل دغه درخواست د لوی جرګې د خپل خاورې په مورد کې چې پاکستان اشغال کړې ده هغو ته یې رایه کوو. که دغه پیشنهاد ملل متحد کوي، دغه پیشنهاد دغه د ملل متحد 15 هیوادونه چې دي لکه چین و روسیه و فرانسه و انګلستان، دغو ته کتبي هم هغه ورکړي چې دغو پارلمانونه دغو حکومت په دې مورد کې څه نظر لري. دغه لویه جرګه خو تاسې رسمي بڼه لري په ملل متحد کې، آیا رسمي بڼه غوره کړې ده د کانګرس د امریکا دا په رسمي هغه باندې قبله کړې ده. که دغسې وشي دا به هم په آینده کې د نورو د دایمي غړو پارلمانونه به هم په دې باندې خبر پوه بشي چې دغلته افغانانو په اروپا کې دي 15-16 میلیونه افغانان چې دغه په دغه موضوع باندې به دغو نظر هم معلومېږي. تنها که امریکا نه تقاضا وکړي یا ناتو نه تقاضا وکړي دغه دوه نه ناتو نه او له امریکا نه د څلور نورو هم دا تقاضا وشي د دې د کومک د دیورند جرګې په مورد کې کتبي خبر ورته ورکړي او له هغه کتبي او پیشنهاد ورته وشي او تاسو بېرته هغې ته وکړئ چې دوی هغه په دې مورد کې څه دي. ما دا پیشنهاد و تاسو نه ډېره مننه ورو جان، ډېره مننه برادر گرامی. از پیشنهاد تشکر
ما این موضوع حق خود در محکمه بین المللی میبریم و اوجا لایرای مثلا با استعداد است که این موضوع را به شکل قانونیش در محکمه بین المللی فایل میکنند در مقابل دولت پاکستان. به این اساس ما از تمام افغانای با رسوخ خود ما تقاضا میکنیم و ما کمک کنن بیایی بدر پول ما را بتین. ما یک مثال بر شما میتم و این موضوع را یعنی بی‌احترامی نیست در حضور شما برادرای افغان و خوارای افغان ما. شما ببینین که امی تست سیاسی را شما به اصطلاح یعنی نمره کم گرفتین. ما در 4 سال دعوا داریم که به اصطلاح خاک خود میخواهیم، بندر خود میخواهیم. پاکستان هر روز ما را در خون غلط میته، بیادرای ما را میکشه، اولادای ما را میکشه، خوارای ما را میکشه، پلای ما را میپرانه. افغانستان بالکل تقریبا از بین برده بود توسط امی نوکرای خود. ما تقاضا داریم در 4 سال شما بر علاوه که کمک نمیکنین تبلیغات هم انداختین در اروپا اینا. چرا اگر جیرخور پاکستان هستین خب ما سرتان رایم نمیزنیم. این ما به شما میگم که اعضای دیورند جرگه را شما سوال پیچ نکنین. مسئولیت کل چیز بر ماست. ما مسئول هستم به تمام این موضوعات فندریزینگ و پول و یا شما مستقیما تلفن ور دارین با ما تلفن کنین. ما مسئولیت دارم. شما یک جوانی که 22 ساله است در راه دیورند کار میکنه، یک آدم 55 ساله یا 65 ساله او را گیر میکنه و میگه که شما پیسه را گرفتین ساتان تیر است. این اول یک صحبت طفلانه است و دوم شما اگر نوکر پاکستان هستین نوکرش باشین، اما حق ندارین این سوالا را کنین. مثلا ما یک مثال میتونم براتون. ما احترام دارم با دختر امان الله خان. دختر امان الله خان چند وقت پیش پارسال آمد گفت ما میریم چا میکنیم و این دختر امان الله خان در برنامه تلویزیون آمد. شما در یک برنامه در حدود $1,00,000 برش کمک کردیم و همشیریم $1,00,000 گرفت سرسفید گفت من میرم چا میکنم. خب چند چا قادر باشه بکنه مثلا 50 چا یا 100 چا. خب سعیست مردم او خورد. موضوع دیورند موضوع چا کندن. شما با ما کمک نکردین. اگر ما دیورند حل فصل کنیم ما میلیون چا براتون میکنیم. یا شما شفاخانه میگین یک دو شفاخانه اونجا یک 4 لک 5 لک 3 لک روپیه شما یک دو شفاخانه بعد چند وقتی نه دوا داره نه دکتر داره. یا همی چاها که میکنین او باید از نظر ترمیم خبرگیری شوه. او که خبرگیری نشه و همو پیپش بند شوه پیسه نباشه او چاها از بین میره. شما خودتان گرفتین برای که من نمیفهمم که نامتان برای که ما کمرای دختر امان الله خان ما کمک کردم شما $1,00,000 دادین شما هیچ ما رو ندادین. ما میگیم بیا که پاکستان در محکمه بین المللی ببریم کدامش رجعت داره؟ موضوع دیورند یا 100 چا کندن؟ یا شما پیسه جمع میکنین میرین که ما بگیریم آرد روغن. خب صحیحست شکم برادرها و خوارای ما را یک دفعه پر میکنه یا برای یک هفته یا به یک روز. او بیادر بیا ما را کمک کو. بیا که بریم پاکستان بزنیم. بیا که محکمه بین المللی بریم. بیا که جرگه ها را دایر کنیم. بیا که بریم در خود پاکستان فعالیت پرتیم داخل خود افغانستان. ببخشید ما سفر کردیم شو یک ذره زمینه مساعد نشد که شما ببینین که در اروپا و امریکا شما ادعا میکنید که سیاست وارد هستین. شما چه قسم قضاوت سیاسی دارین؟ چه قسم؟ در سیاست رجعت است. کدام کار
زودتر انجام داده شود که منافع ملی مردم برآورده شود. شما موضوع دریای آمو رو ببینین. دریای آمو کم از موضوع دیورند نیست. هر هفته هر روز ببینین که 2 جریب 10 جریب خاک ما زیر او میره. اگر ما بتونیم یک کانال حفر کنیم او بیاید به هزار فامیل در اوجا جای به جای میشه، پرابلم ریفیوجی خود حل میکنیم و در اوجا انکشاف زراعت به وجود میاد. بر علاوه که افغانستان بسیار شکم مردم سیر خواهد شد، ما میتونیم که گندم صادر کنیم به ممالک همجوار خود. و یک پیشنهاد بود و این برادرایی که در تلویزیون ها صدای خود میکشن و غالمغال میکنن که پاکستان بیادر، این سوال از خود کو که خودت از نظر عملی چی کردی؟ یا یک روپه مصرف کردی؟ آیا یک دارپه دادی؟ بغیر از این که شما فکر میکنین که این افغان است، این تاجک است، این هزاره است، این ازبک است، این دماغای ما کلش زار افتاده، زار پر شده است. ما همی زندگی 24 ساعته خود سر از این موضوعات ما پیش میبریم. افغانستان غریب دمیال رفتین، مثلا خانه ها را فروختین، آمدین پیسه را آوردین، خب یک مسلمتان از پراپرتی تان است، بیایید از اون پیسه را خب یک ذریعش خود سر افغانستان پس بزنین. ببخشید ما حق ندارم که شما را چیز بگویم، واقعیت است. شما از نظر سیاسی ببینید کدام موضوع بر افغانستان و دیگه ای که در این 4 سال ما میگیم که انتخابات باید شفاف باشه. برادرای امریکای ما، برادرای و خواهرای امریکا، برادرای و خواهرای اروپای ما، از تمام ممالک دیگه که افغانای ما ریفیوجی است، اونا بتانن که رای بتن. این موضوع را ما در پشتش هستیم و میگیم که این موضوع یک شخص به حیث رئیس جمهور انتخاب شود که توسط تمام احزاب و توسط تمام مردم افغانستان تایید شود که ما کل ما در پشت از او بریم، او را ما سپورت کنیم و او باید خواسته های مردم افغانستان اجرا کنه. نشه که در اوجا بره باز رفیق خود بیاره، دوست خود بیاره، خیشای خود بیاره، باز وزیر بسازه، پیسه را دوزی کنه. باید در قانون اساسی این موضوع گنجانیده شود که وقتی شخصی که رئیس جمهور میشه نمیتونه که رفیقای شخصی خود بیاره، تنها اشخاص ملی که در او رشته تخصص داره باید اون اشخاص در کارهای مربوط است استخدام شود. دیگر جرگه امر کنید، در خدمتتان هستم. بله جناب محترم آقای متین، سلام به شما بیننده عزیز. سلام صدیق جان گل، چال داریم بیادر گرامی من. واقعا شما چقدر زحمت میکشین، چقدر تکلیف میکشین. من یک سوالم دارم جناب محترم متین. به همه معلوم است که تمام امورات مالی مصارفاتی ISI از زمان جهاد ملت با غیور مسلمان افغانستان الی اکنون که 33 سال میگذرد از کمک ها و مساعدت های دولت امریکاست که به دولت نامسلمان پاکستان داده شده است. سوال اینجاست که چرا دولت امریکا میلیاردها دلار چک سفید به دولت پاکستان داده برعکس اهداف امریکا؟ نتیجه آن میبینیم که قتل 3000 سرباز و زخمی شدن بیش از 10,000 سرباز امریکایی و مصارف 10 میلیارد دلار در افغانستان گردیده. تشکر. باید درک کنه و در آینده متوجه شود. تشکر. جناب محترم متین، 800 میلیون دلار کمک امریکا که نظر به سعی و تلاش شما و دوستان عزیزانی که شما را حمایت کرد به دولت پاکستان معطل گردید که برای ISI غیر قابل قبول و تحمل ناپذیر بوده. به همین خاطر است که اجنت های وطن فروش را به خاطر تخریب برنامه دایره ملی شما استخدام نموده است. شما مایوس نباشید، هیچ کس نمیتوان مانع راه حق شود. شما همیشه کامیاب هستین و شما حق بجانب هستین. صحبت های شما را همه گیره ما شنیدیم، واقعا یک افتخار هستین شما برای همه ما. زنده باشین، روی تان میبوسم. بسیار زیاد تشکر. من جواب سوالتان میتم. تشکر برادر گرامی. با طور خلاصه اگر برادرها گپ صحبت میکنیم فقط 2 دقیقه که برای کل برادرها وقت برسه. همین موضوع را ما که
نمیخوایم که راجع به خود ما گپ بزنیم، ما چون سوال کردین واقعیت براتون بگویم. وقت داخل قصر سفید رفتیم که از اونها ما صحبت کردیم، اراکین قصر سفید، و اونا با ما یک خط بسیار کلان آوردن که بگی بچه آمدی پیشنهادات نشته کن. پیشنهادات نشته کردیم. عین موضوع رو ما گفتم. دمو وقتا در 2011 من قصر سفید رفته بودم. دم یک روز 30 اسکر امریکا را هلیکوپتر چنوک انداخت که چند اسکر افغانستان و دیگه انداخت خود آیسای 20 اسکر امریکا را که 6 اسکر افغان دمو جای به جای کشت. ما گفتیم چی پالیسی است؟ امیال که یکی از کانگرسمنان هفته گذشته ما صحبت کردیم، ما گفتیم که اسامه بن لادن از پاکستان پیدا شد. تمام القاعده در داخل پاکستان در مرکز پاکستان بود و شما می گفتین که یا کتما هستین یا کت تروریسم هستین. این سیاست شما خود بخیر غلط بود. شما چی کردین؟ و شما 555 بیلیونی را که شما مصرف میکردین در جنگ در افغانستان، داخل افغانستان خود تروریست نیسته، مردم افغان خود تروریست نیستن. و کلش آیسا است که بیچارگای آدمایی که غریب هستن از اونها شرایطشون استفاده میکنه. شما ما نشان بدین که یک پنجابی داخل خاک افغانستان آباد باشه، خود کفانده باشه. شما ما نشان بدین. ما این موضوع رو با دولت امریکا گفتیم و در این حال اگه شما در پیشروی مرکز امین ناتو مظاهره کردیم، در ساینام ما اینو گفتیم و پلان دیگه است که بخیر 2 هفته بعد ما میریم باز در مقابل قصر سفید و کانگرس میریم. یک چند ساین 4 متر در 8 متر تیار کردیم ان شاء الله. حق مردم افغانستان ما میطلبیم، از حق خود ما دفاع میکنیم و از این نقطه نظر قانونی ما را کسی کلام نمیتونه، چرا ما حق خود میخوایم. دیلان جرگه بفرمایید سب. بله سب، سلام علیکم. السلام برادر گرامی، یک کمی بلند گپ بزنید سب. چطور هستین برادر عزیز آقای متین؟ شکر سب. شما خوب هستین سب؟ عمل کنید سب. بخیر هستین؟ زنده باشید. بسیار لطف کردین، بسیار مهربانی کردین، بسیار چیزای خوب میگین. ولی همین افغانستان دارای اقوام مختلف هستند. بله. که هزاره است، پشتون است، تاجیک است، ازبک است و اقوام دیگه زندگی میکنه. اینا بین جمعی اقوام ها یک قوم خیلی ناخلف هست که تمام مشکلات و بدبختی ها بیادر وقتی که تلفن میکنی احترام به شما، خدا کنه خفه نشی، کوشش نکنی که درز بیارین ناخلف. کلش برادرای ماست. وقتی که یک شخص از یک قوم نمایندگی میکنه منازی نداره که تمام قوم خراب است. همین کار عبدالرحمن خان کرد. عبدالرحمن خان برای سپاسالار غلام حیدر چرخی گفت که ما یک خاک به ثمر به حاصله که مردم به استعداد نااستعداد میره دادم چی فکر میکنی؟ و سپاسالار غلام حیدر گفت تو بازوی افغانستان قطع کردی. و امیر عبدالرحمن خان برای دولت انگلیس گفت که منافع تو منافع ما یک چیز است. ما باید از تاریخ یاد بگیریم. از این خاطر قضاوت ما در قسمت حل مسئله دیورند قضاوت تاریخی خواهد بود. صدیق متین در خدمتتون هست، امر کنید صاحب. آقای متین السلام علیکم، چی حال دارین صاحب؟ در گل عمر دیده صاحب بسیار به یک بار سنگین شانه دادی. یا صاحب دیگه خودت هم دمی شامل هستی. در روز اول که ما اصلی موفق باشی، ما زنده باد دائما میگیم. یک چیز امرایشان مطرح کنیم آقای متین، بهتر گپ نمیست که شما چون ثابت است که کدام قرارداد نیست. در این مورد آقای خطاب یک روز یک برنامه مشخص با آقای رفیع صحبت کردی، ثابت است. ما فکر میکنیم ما دیگه ترشیش دیونه خط دیگه یاد نکنیم. بسیار فشار پردیم که مردم رو تحریک کنیم، مردم رو زنده کنیم، مردم رو بیدار بسازیم. شما یقین کنیم واقعا پاکستان هم پشتونا که هستن. ما 40 سال مسابقه در پاکستان داریم، اونا بدون موتروانی و چوکیدار بانک ها و بود پالیشی دیگه هیچ کار ندارن. بله بله. وقتی مردم تحریک شوم ترشی دیگه به تکرار فکر میکنم ضرورت نیست. کلی که جامعه هیچ قرارداد هیچ چیز وجود نداره.
به مظاهرات باشه، ما هر وقت تیار هستیم، زنده‌باد و مرده‌باد میگیم. خدا شما رو موفق داشته باشه. واقعا موضوع اقتصادی شما هم است، این مفت نمیشه، مصرف ایجاب میکنه. شما خوب شد به موقع یاد نمودین. یک کدوم کلمه از اصلی پنجابی که دشمنی بزرگ شما تا جا که اون روز آقای چیز اوریام یاد کرد، خانه اسنا آباد، این شما ولای غم دنگی دیگر نزدیک ما کلی متاثر شده بودیم به نسبت یک دسیسه که برای شما سخته بودیم یادآوری کو. کلام دشمن شما فعلا حکومت خود کرزی، کابینه و پارلمان، بالخصوص ائتلاف شمال جمعیت و نظار هستند که اونا تخریب شما رضایت میکنن. یعنی شما قابل تشرب برده بودین. یعنی آقای اوریا یا خانه شابات برای شما یک سردردی نزدیک خلق کرده بود. یک ذره احتیاط کنین، اینا کسی بسن او خلاص که حکومت ملی افغانستان آمد و شما میدانی آزادانه افغانستان برین. کلی ملت همراه شما هستن. دی دورین رویستان خوب یه دو تا همشهرهای ما 50 سال از در کویتا هستن. اونو منجی ازدواج کرده بیسی برادرزاده ما هستن، ولیکن با مو نه به صفت افغان اونا میشناسن نه به صفت پنجابی. اونو زندگی حجیره، اونو منجی بسر میبرد. یعنی بهترین یک چیز شما چیز شده گرفتین، موفق داشته باشین. ما هر وقت تایید میکنیم. خواهر هستیم برادر، خدا شما را خوب چیز اون نصیبتان کنم و حیاتتان که نمی کرده رو ببینی کسی نمی دشمنی بزرگتان. تشکر قاضی صاحب گل. ما تجربه خدا بگویم در افغانستان اراکین دولت افغانستان بسیار مهربان بودن در این قسمت و خود از نظر موضوع دیورن دولت افغانستان فعال بود. یعنی وزیر خارجه این موضوعی که سفیر امریکا سر صحبت کرد دفعتاً بیانیه خود ایراد کردن که مربوط مردم افغانستان است. هیچ کس حق نداره در این مورد گپ بزنه. موضوع مهمی است که اراکین دولت امریکا هم از این موضوع آگاه نیست. اونا فکر میکنن که این مربوط پاکستان، در حالی که از نظر قانونی باید ما اراکین دولت امریکا را که ما کار میکنیم. 2 سال است که ما خط روان کرده میرم این موضوعات برای اونا تشریح میکنیم و این موضوع مظاهره در مقابل ناتو این بسیار زیاد مؤثر واقع شد. حیف هزار حیف که افغانای ما کلتان تنبلی کردین، نامدین که یک 5000 نفر می آمدین. ما به چی شکل و چه قسم یک پالیسی را بازی کردیم به صلاح که ما تانستیم همین اجازه را بگیریم، اما شما نامدین. خب به هر صورت بفرمایید. صدیق متین خدمتتان است. متین صاحب سلام علیکم. السلام علیکم. چال داری بیادر جان تو جو کجا هستین؟ درکتانم نیست. عزیز ولی میفهمم، ما شناختم میتونم. ما چندین دفعه در چیز شد تلفن شما ما پیام مانده بودم، سابق خوب بود، ثبت نکرد، حالا میگه SMS چطور ما یاد ندارم. خب ببخشید ما اولتون میگیرم، ببخشید ما سفر بودیم. خب ما تعقیب میکنم، برنامه را میبینم. زنده باشین. بفرمایین که وقت کم است، باز ما با شما تلفن میکنم، صحبت میکنم کاتان. ای قربان خدا برو. تشکر. برادر گل بسیار یک برادر و مهربان هستند، دائم از روز اول در پالی ما استاد شدن. دیران جرگه امر کنید صاحب، در خدمتتان هستم صاحب. السلام علیکم آقای متین صاحب. السلام دکتر صاحب گرامی. دکتر صاحب رحمانی هستند که برنامه ما را اسپانسر شدن. خداوند شما را خیر بده از اینکه شما فضل خدا صحتتان خوب شده. ما بسیار خوش هستیم. رحمانی صاحب گل امر کنیم، بفرمایید صاحب. جو باشین، زنده باشین. شما خداوند شما را جور داشته باشه، زنده داشته باشه. شما افتخار تمام افغان هستین. خواهش میکنم صاحب، مهربانی شما، بزرگواری شما صاحب. و در جمله امی نفرایی که در مقابل اعضای دیورن جرگه بعضی گپای ناگوار میزنن، مانای ازیر میته که به لقلق سگا دریا خراب نمیشه، جویا خراب نمیشه. بالکل صاحب، بالکل نمیشه. بانند هر چیزی که اونا بگوین. افغان درست کسی است که مثل شما آزادانه به حراس مطالب صحیح افغانی خود میگه. تشکر صاحب، لطف کنید صاحب. کسی که افغان است، چی در افغانستان در خارج افغانستان است، به خود افغان و افغانستان کمک نمیکنه. اونا باید نام خود افغان نمانند. بله. و
مختصر براتون بگو که فضل خدا کمک کنه پیش بینی های شده در افغانستان. اولی که یک دانه موتر بسیار نو افغانستان جور کرده. دوم از این که ممکن یک تیاره و با خصوص زمینی جیکا ممکن یک قمر افغانستان به فضا بره که بخیر تمام گپا صحیح شود. بخیر ببینید استعداد مردم افغانستان است. هیچ کس در حتی باور نمیکنه. اینین انشاءالله بخیر شروع شده. شروع بله. دیگه ما به شما تنها احترام تقدیم کردم و بس و سلام. دکتر صاحب محترم، یک چیز بر شما بگویم. در ابتدا یعنی بر ما مشکل بود از نظر مالیم. شما آمدین برنامه ما را اسپانسر شدین در حالی که سطح شما هم خوب نبود. ما از شما بسیار ممنون هستم. انشاءالله نام شما را ما در کتاب دیورن ذکر خواهد کردم و مردانگی اشخاص مثل شما آورده صاحب. لطف میکنین. تشکر دکتر صاحب گل. سلام علیکم. سلام علیکم صاحب. سلام علیکم صاحب. ما باز هم میگم که او بیادر چی حالا شما انداختین که که پیسه گرفتین، حالا پیسه گرفتین. ما پیسه را کار نداریم. پیسه تو آدم ها را اگر خادم پاکستان هستی ما انشاءالله خداوند بر ما مهربانی و اصل نظر دارد بر ما خداوند جل جلاله که با ما همین موضوع ملی خود پیش بریم. انشاءالله پاکستان کمرش شکستانده مردم افغانستان انشاءالله که یک قیام منظم از اون منطقه خاکای ما خواهد شد، یک قیام بسیار ملی و منظم و شاید ما اولین کسایی بریم که یک داست و چکش یا هر چیز دست ما بود سر پاکستان حمله کنیم انشاءالله. بس از دیگه حالی که شما دیدین در برنامه ما گفتیم که آر سلطه افغان ها بالای پنجابی ها خواهد بود. صدیق متین در خدمتتون است، امر کنید صاحب. بله آقای متین، من زلال هستم. زلال صاحب سلام علیکم. چی حال دارید شما صاحب؟ چقدر یک آدم خوششانس هستین صاحب که این تلفنتون گرفتم. بفرمایید صاحب یک چند دقیقه شما دارین شما صحبت کنید صاحب. زلال صاحب محترم. دقیقه کوتاه همین تلویزیون صدای بحثون. یک کمکی بلند گپ بزنید زلال صاحب. آقا بسیار خوبه من بلند گپ بزنم. خوب سطح ما خوب است. زنده باشین صاحب، زنده باشین زلال صاحب محترم. مداخلات پاکستان این اجزاهایی که تقریبا 20 سال از ما را میگذه و مملکت ما را بخیر تباه کرده. این میره من نوشته کردم لشکر اس-آی اندر جنگ افغانان مایو. بله. لشکر اس-آی اندر جنگ افغانان مایو، دفدار و میجر و کرنیل در پروان مایو. میهن ما سخت بیمار است از جنگ کهن. میهن ما سخت بیمار است از جنگ کهن، بر قتل مردم رنجیده افغان مایو. ازبک و تاجیک و پشتونهای این میهن یکند. ازبک و تاجیک و پشتونهای این میهن یکند. در نفاق افکندن ما نایب شیطان مایو. بفرمایید صاحب. زلال صاحب بسیار زیاد تشکر. ما تقریبا 10 دقیقه دیگه داریم. چند نکته را ما ذکر میکنیم. اول از اینکه رول پاکستان بعد از 2014 پاکستان در این کوشش است که خود به اصطلاح شکل لیدرشپ بده که امریکا با پاکستان زیادتر توجه کنه و موضوعات از طریق پاکستان فصل شد و ما برای امریکا و ممالک ناتو فهماندیم که پاکستان کسی است که اولادایتان کشته و تروریسم در تمام دنیا روان میکنه. شما اگر پاکستان دوباره سرش اعتبار میکنین بازم خطا کردین و مردم امریکا و کار دیگه که ما میکنیم که اراکین رسمی دولت امریکا، کانگرسمن‌ها و خود مردم کسایی که این در این موضوعات بسیار زیاد توجه دارن اونا رو ما برشی درک دادیم که پاکستان یک مملکت دروغگوی، کذاب، بر ضد حقوق بشر حرکت میکنه و شما ببینید قتل قطار برادرای بلوچ ما را، قتل قتال برادرای هزارای ما را
ما برای شما میگم برادرای عزارم که ما که شما هستیم، صدای شما رو ما بلند میکنیم و دائم از طرف ما شما سپورت خود گرفتین. و دیگه برادرایی که دولت ایران اونها را شهید میکنن و دار میزنن، این شما حرکت غیر اسلامی، غیر بشری و شما خدا آخوند میگین. لعنت به شما آخوندا که برادرای ما را نیمه زنده پایان میکنین، از دار باز وجودش میکشین، او را شما مفروشین. و دیگه موضوع عزیز که ما برای رئیس بانک مرکزی افغانستان ما پیشنهاد میکنیم که رئیس چالش کلدار در ولایت‌های افغانستان پالی خط دیورند ماست، چالش کلدار شما بند اعلان کنیم برای که مردمایی که در ایالت‌ها زندگی میکنن اونا آموخته میشن در چالش کلدار که به سلاح خطر در آینده با وجود میاره. و دیگه ای که در 2014 باید دولت افغانستان بسیار متوجه باشه که عملات اساری کلدار و تومان بالای افغانستان، چرا اگر دولت امریکا میبره و قدر اسعار خارجی یا دلار در افغانستان کم خواهد بود که افغانی ما را سقوط خواهد داد. دیگه ای باید ما این تئوری را بگیریم برای مردم افغانستان. و دیگه می واردات مال پاکستانی را ما باید داخل خود خاک افغانستان باید اموال تهیه شده پاکستانی را داخل خود افغانستان ما نخریم. ما خود باید در این موضوع ما بسیار احتیاط کنیم که هر مالی که از پاکستان میایه از پنجابی میایه به صلاح ما پنجابستان ما سپورت میکنیم. و دیگه ای که وقتی که ما پاکستان بودیم ما رفتیم در بندر در بحر کراچی، گفتیم ما ببینیم که کراچی چه قسم بحرش معلوم میشه. باور کنیم به اندازه ما کثافات دیدم در این بحر که دلتون از بحر سیاه میشه. به این اندازه چتلی رو ما دیدیم که بسلا این پاکستان نیست، این چتلستان بوده. اگر شما بگوین چتلستان، این گپ شما راستی است. و دیگه ما کوشش میکنیم که بخیر جرگای سرتاسری اروپا را که راجع به موضوعات افغانستان، مقامات رسمی افغانستان و از ناتو را دعوت خواهد کردیم. در انشاءالله در واشنگتن و هم در ویرجینیا جرگه عمومی دیورند دایر میکنیم. ما از برادرای بزرگ خود خواهش میکنیم که ما کمک کنن در این قسمت. اگر خدا نخواسته کدام صحبت ما کرده باشم که بی‌احترامی خدا نخواسته شده باشه، ما معذرت از شما میخوایم. منتهای در دل است و این واقعیت است. وقتی که ما افغانستان رفتم احساس ما بالکل تغییر کرد. و شما کجا میبینین همین برادرای افغانستان از نظر اقتصادی اونا چه زیر فشار است. یک خانه را کرا میکنن 5000 و شما این شرایط اقتصادی ببین از در ولایت ها برین. و ما شکر و مرحمت خدا افغانستان در اون شرایطی که بیخی از بین رفته بود حال آباد شده. ما از این نگاه خوش باشیم و ما باید تفاوت‌های فکری و سیاسی خود کنار بگذاریم. موضوعات حزبی و موضوعات که درس بین مردم افغانستان میانه او رو او طرف بانیم، باید اتفاق کنیم. یک دشمن واحد ما داریم، دو دشمن، یک ایران است و زیادترش پاکستان که هیچ ما را آرام نمیگذاره. ما فعالیت های خود میکنیم، مبارزه خود ادامه میتیم و ما کوشش میکنیم برادرایی که از نظر مالی بسیار غنی هستند با ما کمک کنن که ما بتونیم که موضوع را در محکمه بین المللی ثبت و راجستر کنیم. و برادرای دیگه که در لندن از به نام دیورنجرگه فعالیت میکنن اونا کتمان نیستن و لطفا نام دیورنجرگه استفاده نکنین، چرا او مربوط این دایه مربوط به مردم افغانستان است. خودتان هر چیزی که میکنین ما بر ضد فعالیتتان نیستیم، منتها خودتان نام خود پیدا کنین و امید است که ما بتونیم که مشکل ملی خود حل فصل کنیم. شما ایرا دائم در فکر داشته باشین که تا که ما حرکت نکنیم مشکل ما حل نمیشه. شما ایرا انتظار کنین که انتظار بکشین که امریکا بیاید برای ما یک بهتری شرایط با وجود بیاره یا اروپا بیاید. نیست، کلش مربوط مردم افغانستان است و ما باید سعی تلاش به خرج بدیم. امکان داره که ما کلپ بانیم برای 2 دقیقه
دیگه وقت ما پوره شده. سلام احترامات ما را قبول کنین، باز هم معذرت ما را قبول کنین اگر ما اضافه روی کرده باشم. ما برادر خودتان هستم. امید است که ما شما بتونیم که مسئله ملی را فصل کنیم. نه من کفر نه ایمان می پرسته، محبت چه گفتان می پرسته. نه من کفر نه ایمان می پرسته، محبت چه گفتان می پرسته. غزالان را پایان چشم مسته، بیابان پرسته. اگر نرگس اگر نرگس اگر جام استفادان بیاد چشم خوبان پرسته. نمان کفر ایمان پرسته، محبت چه گفت همه پرسته.